درود دوستان. دو انیس و دو غلبه. دیروز در دبی انیس چیلاєв حریفش رو با نکاوت تکنیکی مغلوب کرد و حریفش خیلی پرقوت بود. قریب 35 محاربه داشت، 27 تا برد و 11 تا باخت که این قهرمان مملکت های افریقا بود و قهرمان لیگ ای بی ای. انیس چیلاєv باشد 13 محاربه دارد، الان 14 تا و یگان باخت ندارد. چون که انیس چیلاєv خیلی خوب بوکس میکند، تجربه خوب دارد در بوکس و امیدواریم که در بوکس پروفسیونالی در آینده قهرمان خواهد شد. دوستان انیس چیلاєv رو تبریک کنید و دعا کنید که او در لیگ بوکسی پروفسیونالی با قله های بلند برآید و پرچم تاجیکستان رو بردارد. و دوم انیس یعقوبوف در MMA، در رشته MMA دیروز در لیگ منگو در ازبکستان در سمرقند حریفش رو با قرار یک دلانه داوران مغلوب کرد و انیس یعقوبوف نصیب باشد در ماهای سپتامبر برای کمربند در لیگ منگو بر حریف ازبکستانیش فرقتبek یعقوبوف می جنگد. فامیلیاشو هر دوشو یخیله، فرقت یعقوبوف از ازبکستان و انیس یعقوبوف از تاجیکستان. و امیدواریم که انیس یعقوبوف دست بالا می شود، چون که خیلی خوب راستا جنگ میکند. حاضر گوشتینش هم خیلی خوب کرده است و در پرتیر هم خوب گوشتین میگیرد. دوستان آمادگیش در تایلند بود و امیدواریم که برای محاربه برای کمربند لیگ منگو انیس یعقوبوف تیاری خوب می‌بیند، آمادگی خوب می‌بیند و حتما در ماه سپتامبر دست بالا می شود و کمربندی لیگ منگو رو به تاجیکستان می‌آورد. دوستان قهرمانان تاجیک رو تبریک کنید، دعا کنید که اونها همیشه قهرمان بمانند و همیشه دست بالا باشند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. هفته می آمدگی نصیب باشد روز شنبه ما رو باز یک محاربه بهترین داوطلبی برای کمربند انتظار است و من حتما به شما این خبر رو شاید که فردا میرسونم. و باز دو ورزشکاری تاجیک از UFC نورالله علیف و موین تاجی غفوروف به نزدیکی در دبی در شرکت UFC محاربه دارند و انشالله که آنها هم دست بالا میشوند. من برای این ورزشکاران موین و نورالله باز یک ویدیوی جدا انتخاب میکنم و درباره آنها نقل میکنم، درباره حریفانشون کی هستند، با کی میجنگند و چی طور آمادگی میبینند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امیدی دیدار.